امروز میخوام یه املت بزنم کثیف برای مامانم. مامان میخوری یه املت کرکثیف؟ یه املت کرکثیف؟ نه تو بزنی خوردن نداره. مگه من چیمه؟ نیست پسرم. یعنی چی مامان من چیم نیست؟ نخورید. کم گیر کردیم. آقا املت هم خفنه. الان میزنم مامان، الان میزنم. قول دست بده، دست بده. ما املت رو الان میزنم، عشق میکنیم دوتامون. حالا بریم الان بزنم ببینیم. وایسین تو اصلا بشه همینجا مامان، من املت رو میزنم کاری نباشه. بریم. خب ما اینجا 2 تا داریم، 2 تا مایتابه قابلمه. ماما اینا مایتابه یا قابلمه؟ آره مگه چشم نداری؟ آقا اینا شما بگی، من نمیدونم. خب مایتابه، چون فقط برای مامانم میخوام درست کنم. این پایینیو میزنم کوچیکه. آقا ول کنیم، ما الان میریم توی این میزنیم یه حالی میکنیم. بریم. گازمون چرا اینطوریه خدای من؟ همه چی ایراد پیدا کرده دیگه واقعا. آقا من اینو درست کنم میام. وایسی. خب همونطوری که میبینین من اینو با یه بدبختی روی این چیکار کردم؟ کوشی میزونش کردم. بریم برای ادامه کار. خب اول از همه گاز رو روشن میکنیم. گاز رو این روی همینه الان. بلد نیستم؟ بلدم. آره الان روشن میکنم. آقا همه با هم ببینیم بلدم یا نه. اینه. بریم. آتیش سوزی نشه فقط. ببین. نه درسته. کم میکنیم شعله رو کم. خاموش شد مامان. وایسین. 2 hours later. خب آقا همین خوبه. این خوبه دیگه. بریم. حالا مامان برای ادامه کار روغن رو بریزم. چی رو بریزم اول روغن یا رب؟ بذارم من کیو ببینم. آقا من املت نخوام. آقا املت بخوا. یعنی چی؟ زوریه. املت اول روغن. اویلا اسپانسر من. خب آقا شما هم با من یاد بگیریم. ببین اول در روغن رو باز بنمایید. میندازیم بغل. روغن به مقدار کافی. زیاد چپ. نه زیاد. آره زیاد شده کسی نمیفهمه. میذاریم. آقا روغن رو ریختیم به مقدار نمیدونم میبینین یا نه دیگه. به مقدار کافی ما اینجا روغن ریختیم. حالا مامان بعدش باید بریم سراغ تخم مرغمون. چرا 5 رنگه؟ مامان تا حالا تخم مرغ آقا این چی؟ ما از اون سفیدا میندازیم خوشگلم. ما سفید میندازیم خوشگل. یک دونه بسته مامان. تاریخ داره. همیشه تاریخا رو ببینید. نکات آموزشی با من. خب دیگه به هر حال من حالا میخوام این تخم مرغ رو تخصصی بشکنم. مامان عشق کن. ببین عشق کن. تخصصی. آقا همه با هم ببینیم. بریم تو کارش. آقا تخصصی. 1 2 3 واسه ضربه. ببین کارو در آوردم اصلا. مامان عشق کن. حالا اینو ببین اصلا بهداشتی. به مامان الان باید رب بریزم. وای مامان نظر تخصصی چیه که به جای املت بدم این نیمرو رو بدم؟ خب تموم شد. خیلی خوشمزه تر مطمئن باش. خدا وکیلی. ببین یادم رفت نمک فلفل. وایسا دیگه بابا. من نمک فلفل رو الان میزنم به مقدار کافی. کم. خب من برم نمک فلفل. اول نمک بیو بعد فلفل گلستان. همیشه فلفل گلستان بگیرین خوبه. خب یکم فکر کنم اوضاع خیلی فلفلی شد. خب مامان بخور نظرتو بگو به بچه ها بدونن که خیلی خفن شده. بگو. خدا. خب مامان بگو نظرت. خوبه؟ خوبه؟ دیگه خودتون بگیرین دیگه از خوبه من. خوبه. خب بچه اگر خواستین حتما بگین مواد لازم چیه. من دوباره توی کامنت ها بنویسین من بگم بهتون دقیق توضیح بدم. خیلی سخت بود. باید حتما بهتون بگه چیا توش دقیقاً. حتما بپرسین. خب دیگه بس کارمونم با این گاز تموم شد. نیمرومونم سرو کردیم. این فلفل دلمه هم هدیه به کسایی که لایک و ساب و کامنت و اینا کنن. ببین چه قشنگه. کوش.
یعنی چی؟ این برای شما، من اینو به شما میدم تا ویدیوهای بعدی. فعلا